5 تا شوک فرهنگی خیلی عجیب از هلند که قبل از مهاجرت حتما باید بدونیدشون. پنجمیه خیلی مثبت 18 و عجیب غریبه. سلام، سامان تیموریان هستم. خوش آمدید به کانال یوتیوب ما. امروز قراره درباره 5 تا شوک فرهنگی صحبت کنیم توی کشور هلند که من خودم به عنوان مهاجر وقتی اومدم اینجا خیلی برام عجیب بودن. گفتم با شما هم در میون بذارم که اونایی که میخوان مهاجرت کنن، اگرم توی هلند هستید و بهش بر نخوردید، یه ذره چشم گوشتون رو وا کنید میبینیدش. شماره 1، هلندیا با هیچ کس تعارف ندارن. وقتی شما یه چیزی بهشون تعارف میکنید، وقتی میگن نه یعنی واقعا نه و واقعا نمیخوان. اصرار شما بدتر میرید رو مخشون. اوکی؟ من یه دوستی داشتم توی شرکت، خیلی عجیب بودش. هر موقع چیزی میخوردش به هیچ کس تعارف نمیکردش، به هیچ کس. یعنی اصلا این بوش بلند میشد، میوه می آورد، بیسکویت می آورد، غذا می آورد، بعد ما بغلش اینور داشتیم کباب میشدیم. البته که درست نیست، خب مال خودش دوست داره که اصلا تعارف نکنه، ولی ما ایرانیان نسبت به فرهنگمون دارم میگم، ما ایرانی‌ها کلا توی فرهنگمون اینطوریه که انقدر تعارف می‌کنیم. آقا بفرما بیسکویت می‌خوری، موز می‌خوری، میوه می‌خوری، نمیدونم این کارو می‌کنی. وقتی که من خودم چیزی می‌بردم شرکت، همیشه اینطوری می‌کردم. مثلا بیسکویت می‌خوری، این میوه رو آوردم، این ساندویچ رو آوردم. بعد خیلی براش عجیب بود. میگفت واقعا میتونم بردارم؟ بعد یعنی چی؟ مثلا برام ازم سوال می‌پرسید. میگفت چرا این کارو می‌کنی؟ گفتم که مثلا ما توی فرهنگمون اینطوریه که وقتی یک چیزی رو داریم می‌خوریم و بوش بلند شده و که یک نفر اینجای منه و من هر موقع اینطوری میکنم، به هر حال خوبه که تعارف بکنیم. و خیلی آرش عجیب بودش. حتی اینطوری شدش که از دفعات بعدی اون هم شروع کرده بود به تعارف کردن. بادومندی و بادوم زمینی، ببخشید، بادوم زمینی آورده بود و من میگفتش که میخوری؟ گفتم که آره عزیزم، معلومه تعارف اومد نیومد اصلا نداره، تعارف کنیم و برمیداریم. شوک فرهنگی شماره 2، باورتون میشه هنوز توی هلند از نامه استفاده میکنن و دوچرخه ها از آدما خیلی بیشتره؟ بله درست شنیدید، توی هلند هنوز مهمترین اخبار از شهرداری، از مالیات، اصلا هر مسئله، اینترنت، نمیدونم اجاره، همه چی طریق نامه انجام میشه. به نامه میزنن، اگر نامه رو نگیری یعنی که اون خبر دیگه به تو ابلاغ شده، مشکل توه. بسیار اداره پستش فعاله و اصلا همه سیستمشون. و برای من خیلی عجیبه چرا اصلا تو ایران الان آخرین نفری که صندوقای پست و زردا بود، صندوقای پست و یادشه، الان 50 سالشه. آخرین نفر. خیلی وقت این قضیه تو بیشتر کشورها منسوخ شده، ولی هلند کماکان بسیار قوی اینو داره میبره جلو و اصلا هم کوتاه نمیاد. و در کنارش دوچرخه ها. آقا چقدر دوچرخه اینجا وجود داره و هر نفرم 2 تا 3 تا دوچرخه داره. میدونید چجوری از دوچرخه‌شون استفاده میکنن؟ اینا برای دوچرخه ها رو به عنوان یک تفریح نگاه نمیکنن، دوچرخه رو به عنوان یک قسمتی از زندگیشونه. یعنی همه آدما تقریبا دوچرخه دارن تقریبا. و مثلا یک نفری محیط کارش، محل کارش آمستردامه، خونش روتردامه، این نفر چند تا دوچرخه داره. اول یه دوچرخه داره که از خونه میادش تا ایستگاه مثلا قطار، اوکی؟ دوچرخه رو اونجا پارک میکنه، مترو یا قطار میگیره، میادش آمستردام. دوچرخه دومش اونجا پارکه. از مترو که میادش دوچرخه رو باز میکنه، دوچرخه دومو میره تا محل کارش انجام میده، دوباره میاد دوچرخه رو پارک میکنه، میادش اینور. اینجا خیلی دوچرخه میبینید. جمعیت هلند حدوداً 18-19 میلیونه، ولی دوچرخه هایی که وجود داره بالای 22 میلیونه و بعضی وقتا اصلا صاحباشون دوچرخه ها رو یادشون میره و دوچرخه ها انقدر میمونن تا شهرداری میاد و ورشون میداره و میبره. شوک فرهنگی شماره 3، هلندی ها توی مجامع عمومی، یعنی توی مترو، توی اتوبوس، توی فروشگاه، روبروت اینجا، اوکی، بسیار با قدرت فین میکنن. اوکی؟ یعنی مثلا خیلی هم عادی، اینطوری نه اینکه مثلا بعضی وقتا ما خودمونم تو ایران یه زمانی پیش میاد میریم یه گوشه‌ای یه ذره دور میشیم یا میریم سرویس بهداشتی مثلا حالا فین میکنیم، ولی اینا نه. مثلا داری باشون صحبت میکنی، سلام بله
ادامه صحبت توی اتوبوس، توی قطار و یه چیز کاملا عادیه براشون. اوکی؟ و پس فین کردن یه نکته‌ای که اگر دیدید شوکه نشید، تعجب نکنید، اتفاق میفته. شوک فرهنگی شماره 4. اینجا همه چی دنگی دنگی حساب میشه. شما با دوستت، با مدیرت، با یک نفر، اصلا هر طریقی شما وقتی میرید بیرون بخواین یک چیزی رو حساب کنید، بخواین یک چیزی رو خریداری کنید، بخواین یک چیزی رو شام بخورید، قهوه بخورید، همه چی دنگی دنگی حساب میشه. اصلا کلا واژه انگلیسی گو داچ یعنی دنگی دنگی حساب کردن از خود هلند میاد دیگه، گو داچ. اوکی؟ اینجا یه برنامه‌ای دارم به نام تیکی. یه تیکی برات میفرستن مثلا 20 یورو. اوکی؟ سهم تو شده انقدر، شما روش کلیک میکنی 20 یورو از حسابت انتقال پیدا میکنه برای اونا. پس این خودش یه شوک فرنگیه، یعنی همه چی. پس اگر رسیدی خونه 20 یورو تیکی شد برات، تعجب نکن، شما باید بتونی پرداختش کنی، چون این انتفاقی که انجام میشه. شوک فرهنگی شماره 5 که خیلی عجیب و مثبت 18. اینجا توی رختکن، یعنی شما میخوای بری باشگاه مردونه یا زنونه یا هر چی، چه خانوم هستی چه آقا هستی، کاملا توی رختکن لخت میشن، لخت کامل 100%. و این نکته عجیبه، درسته؟ یه نکته هستش که از این عجیب تره، همه لخت میشن و هیچ کس رو نگاه نمیکنه. اصلا خیلی عجیبه. البته این فرهنگش برای ما متاسفانه اینطوریا، برای خودشون واقعا این قضیه جا افتاده و چه توی آقایون کاملا این اتفاق میفته، توی خانوما هم کامل این اتفاق میفته و براشون هم خیلی عادیه. به خاطر همین هم هستش که توی هلند یک سری از استخرها هستش که خانوم ها و آقایون خب میرن اونجا تقریبا یک روزایی در هفته، اصلا شما اجازه پوشیدن هیچ نوع لباسی نداری و کاملا لخته. و حالا یه سری استخرهای خاص هست، یه سری اسپا هستش که میرن. بعد پس اگر اینو دیدی توی رختکن، اومدی هلند داری میری باشگاه، بعد یهو میبینی که یه آقای اینطوری اینجا، بعد تعجب نکنید، این قسمتی از فرهنگشونه. حتی برای خانومه هم این اتفاق میفته ولی هیچ منظوری ندارن و اصلا هم نگاه نمیکنن و یعنی چیز عادیه و شما هم عادت کنید بهش. اگر شما هم شوک فرهنگی جالبی میدونید که میخوایم با ما به اشتراک بذارید، حتما توی کامنت ها برامون بذارید و لطفا این ویدیو رو بفرستید برای کسایی که میخوان مهاجرت کنن و میخوان 4-5 تا از عجیب ترین و باحال ترین شوک‌های فرهنگی رو بدونن. و اگر هم کانال ما رو، یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایبش کنید.